سلام علیکم برادر عزیز. ما گاو زده استودم، شما نکی گوش نکدستین. با دقت گوش کنید. من همه قدر 3 سال کار کردم، عذاب کشیدم، زحمت کشیدم، بگیم کار کردم، با من هیچ فایده نکرد. از 100% من باید 1% اومد. من 18 ساله شدم. من خودم اکنون گاو زدستم. شما بسیارتون فکر میکنید که من با اون کس یاد دستم. من خودم گاو زدستم. من دیگر قطعی اکای بیروز، اکای شورت دیگر کار نمیکنم. همه قدر کار باری که من کردم همه شا او خوردم، او چردم، گشتم. من هیچی. من چی؟ حاضر یکو من برای خودم و برای خودشون. انشاءالله همه کار نقل می شود.